بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. اول، قلب سالم. قلب سالم همان قلب است که تنها صاحبان آنها در قیامت اهل نجات و سعادت خواهند بود، همان گونه که خداوند متعال می فرمایند: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سوره شعراء آیه 88-89. آن روزی که اموال و نیروی مادی و اولاد یعنی فرزندان، نیروی انسانی سود نخواهند داشت و تنها کسی نجات پیدا خواهد کرد که با قلب سالم به پیشگاه خداوند آمده باشد. قلب سلیم همان قلب سالم است و به این علت کلمه سلیم مانند طویل و قصیر و ظریف برای صفات به کار برده می شوند. خداوند نیز آن را برای توصیف قلب به کار برده است. قلب سلیم قلبی است که سلامت و صحتش به صورت صفات ثابت و استوار در آمده باشند، مانند علیم و قدیر از طرف سلیم در نقطه مقابل مریض و سقیم و علیل قرار دارد. تعریف هایی که برای قلب سلیم به کار برده شده‌اند متفاوت می باشند، یعنی گوناگون می باشند، اما تعریفی که جامع همه آنهاست این است که قلب سلیم قلبی است که از همه کشش ها و شهوت هایی که با اوامر و نواهی خداوند ناسازگارند، یعنی با فرموده ها و منع کرده های خداوند درست نیستند، سالم بوده است و از هر گونه شبهه‌ای که با راهنمودهای الهی مخالفت داشته باشد تهی می باشد، یعنی از اینها خالی می باشد. از عبودیت غیر خداوند و تبعیت غیر پیامبر سالم بماند و در عشق و محبت و اطاعت مطلق خداوند کسی و چیزی را با او شریک نگرداند و از خوف و رجا و توکل و توجه و عجز در برابر غیر خداوند پاک باشد. در هر شرایط رضایت او را بر رضایت دیگران ترجیح دهد و از هر راه برای دوری از خشم او بهره بگیرد. آنچه که گفته شد در واقع حقیقت توحید عبودیت است که تنها برای خداوند سبحان حقانیت و مشروعیت دارد. به عبارت دیگر، اگر قلب این چنین باشد، از شرک، بدعت، گمراهی و باطلگرایی پاک و منزه است و این سلامت همه تعریف های را که در مورد قلب سالم گفته شده در بر میگیرد. قلب سالم آن است که از هر گونه شرک ورزی به هر صورت پاک مانده باشد و در عبودیت خداوند و ایمان، اراده، محبت، توکل، خشوع، خوف و رجا یعنی امید بستن به او خالص و به شایبه شود. کردار خیش را برای خداوند خالص بگرداند. اگر دوست و یا دشمنی می‌ورزد، یعنی با یگم نفر دوست دشمنی می‌ورزد، دوستی و دشمنی او برای خوشنودی خداوند باشد و اگر می‌بخشد و یا از بخشش خودداری می‌کند، یعنی گناه نفر، خطای نفر را خودداری می‌کند، در راستای رضایت خداوند آنها را انجام می‌دهد، یعنی همه کارهایش به خاطر رضای خداوند است. زمان این امور او را کفایت می‌کند که از تسلیم و تحکیم غیر رسول خدا خودداری کند و با اراده و قوت قلب عزم خود را برای اقتدا به رسول خدا علیه السلام و اهتدا به هدایت او در کردار و گفتار جزم کند و در عقاید یعنی عقیده که احوال قلب و در گفتار که گزارش ما فی الضمیر یعنی داخل قلب است، از تبعیت از غیر صاحب رسالت اجتناب نماید، یعنی دوری کند.
همچنین در ایمان و اراده و محبت و دشمنی و توابع آنها و اعمال و کردار اعضا از دنبال روی از غیر رسول خدا دوری ورزد. بر تمام موارد مهم و غیر مهم زندگی راهنمودهای رسول علیه السلام را حاکم بگرداند و هیچ باور و کردار و گفتار دینی را بجز آنچه او راهنمایی آنها بوده نپذیرد و انجام ندهد. همان گونه که خداوند متعال می فرمایند: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، سوره الحجرات آیه 1. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر خداوند و پیامبرش پیشی نگیرید، یعنی پیش از او گفتار را بر زبان نیاورید و کردار را برخلاف هدایت او انجام ندهید. برخی از علمای سلف فرمودند هیچ کردار ولو اندک باشد، کمتر باشد، نیست که در مورد آن از انسان دو پرسش صورت نگیرد: اول، چرا آن را انجام دادی؟ و دوم، چی گونه و به چه صورت به آن اقدام نمودی؟ سؤال او با علت و انگیزه اقدام در ارتباط است که آیا کشش و خواست شخصی و زودگذر و آرزوی دنیوی مانند محبت مدح مردم و خشیت از قضاوت ایشان یا به دست آوردن محبوبی زودگذر یا مکروهی ناپایدار بوده، یا عامل و انگیزش قیام به حق عبودیت خداوند و طلب تقرب و تلاش برای توسل به اسباب برای کسب رضایت او بوده است؟ زمینه این پرسش آن است که آیا در مورد آن کار در برابر پروردگار خویش احساس مسئولیت می کردی، یا آنکه آن را برای ارضای خوی و کشش نفسانی انجام می دادی؟ دوم، به سؤال در مورد متابعت از سنت و روش رسول خدا علیه السلام در مورد آن کار برمیگردد، بدین معنا که خداوند از انسان می پرسد که آن کار جزو اموری بوده که بر زبان رسول خدا بر تو لازم گردانیده بودم، یا آنکه کار بوده که من آن را مقرر ننموده و بدان راضی نبودم؟ اولی سؤال در مورد اخلاص و دومی در مورد تبعیت و التزام است، زیرا خداوند هیچ عمل را بدون تحقق آن دو نمیپذیرد و راه رهایی و پاسخگویی به پرسش اول وجود قصد و نیت نیک و خالص و طریقه خلاص از سؤال دوم تحقق متابعت از صاحب رسالت و سلامت قلب از هر چیزی است که با اخلاص و اتباع در تضاد باشد. این حقیقت قلب است که برای صاحبان آن نجات و سعادت تضمین گردیده، یعنی کفالت گردیده است. و بعد از این قلب میت دوم، قلب میت، قلب مرده می آید که در درس آینده انشاءالله با شما می خوانیم.